الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را در این برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده که راه بزرگان و سلف صالحین را درست و صحیح تعقیب نموده و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در رأس صحابه و اصحاب پیامبر خلفاء الراشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی، الله سبحانه و تعالی ما را پیرو واقعی این بزرگان دین بگرداند. در جلسه گذشته پیرامون مدیریت سیدنا عمر و آن هم در وقتی که رعیت به بحران اقتصادی قرار گرفته بودند اشاره نمودیم. حالا صحبت ما پیرامون منابع و یا اینکه درآمد مالی دولت سیدنا عمر چی بود؟ نظام مالی چگونه بود؟ در زمان سیدنا عمر برای دولت اسلامی و خلافت اسلامی کی کمک میکرد؟ که امروز میبینیم کشورهای اسلامی چشم طمع و دست طمع به کشورهای کفر دوخته و میگه اگر کمک های کفار قطع بشه ما از بین میریم. مسلمان ها در صدر اسلام از اون عظمت، بزرگی و شأن و شوکتی که برخوردار بودن، همانطوری که سیاست قوی داشتن، ثروت کامل هم داشتن، سرمایه قوی هم داشتن. این قوت که قوت اقتصادی و یا نظام مالی در زمان سیدنا عمر از کجا می آمد؟ حکومت اسلامی چگونه خود را تمویل می کرد و چگونه مشکلات اقتصادی خود را حل می کرد؟ نگاه مسلمانان در دوران خلافت راشده، حتی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد در زمان خلفاء الراشدین، به مال و ثروت و سرمایه نگاه مالکانه نبود. خود را مالک این سرمایه نمی دانستند، بلکه ثروت را از خدا می دانستند و انسان را متصرف موقت در آن. مالک حقیقی کی بود و کیست؟ واضح و مسلم هست. مالک حقیقی خداست. وقتی این مالک ما به دست داریم میگیم مال من، سرمایه من، این خانه من، این زندگی من. فقط تو انسان یک متصرف و یا یک مالک موقت چند روزه. در حقیقت مالک هر شی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. تو انسان که میگی این موتر از من هست، وقتی فوت کنی موتر از تو نیست، از ورثه هست. این خانه از من هست، مجردی که فوت کنی از تو نیست، از ورثه هست. این بیلدینگ و این زمین ها و این شرکت و این فلان و فلان و فلان و فلان، اینها از من هست. به مجردی که انسان قبض روح بشه
و ملک الموت به بالین او بنشینه، اینها از اون نیست. هیچ کس را تا حال ندیدیم که با خود سرمایه خود را در قبر برده باشه. فقط انسان با اعمال خود. در دوران خلافت راشده و در زمان اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در زمانی که به عنوان خیر القرون بود، مسلمان ها دنیار فقط یک وسیله می دانستن، نه هدف. رسیدن به دنیا هدف نیست. متاسفانه که امروز انسان ها دنیا را هدف قرار دادن. یعنی به دنیا برسید یک هدف هست. نخیر، چنین نیست. از زمانی که ما دنیا را هدف قرار دادیم، ذلت و خواری دامنگیر امت اسلامی شده. دنیا یک وسیله هست، وسیله‌ای که ما را به هدف برساند. اگر دنیای خوب، در قرآن دنیا خیر هم گفته شده، در دنیا انسان فطرتاً محبت داره، اما اگر این دنیا وسیله خوبی، یعنی این دنیا اگر قدرت بود، این قدرت ما را به خدا رساند، اگر سرمایه بود، این سرمایه ما را به خدا رساند، ما را به خدا وصل کرد، سبب نجات ما از آتش جهنم و عذابها و فتنه های قبر و حشر شد، این دنیا دنیای خوب هست. بزرگان می‌فرمایند آنچه جای علت است دنیا پرستی است، نه دنیا داری. اصحاب پیامبر دنیا داشتن، سرمایه داشتن، ولی محبت دنیا در قلب اونها نبود و دنیا را یک وسیله می دانستن. دنیا یک وسیله هست تا ما را به هدف برسانه و هدف اصلی و نهایی یک مسلمان اینه که رضایت الله سبحانه و تعالی را به دست بیاره. تو کسی که سرمایه داری، با سرمایه خود رضایت الله را به دست بیار. برای فقرا و مستضعفین به کارهای خیر، به مدارس و حوزه‌های علمی کمکی داشته باش. به دارالعلوم ها، به دارالایتام ها، به اینها باقیات الصالحات برای خود بگذار، صدقه جاریه برای خود بگذار. مسلمان ها در صدر اسلام در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به مال و ثروت نگاه مالکانه نمی کردن که خود را مالک حقیقی این مال و ثروت بدانند، بلکه ثروت را از خدا می دانستن و انسان را متصرف موقت می گفتن، چون اصل دنیا را شناخته بودن، به دنیا پی برده بودن که این دنیا چیست، هدف از زندگی دنیا چیست، هدف از به دست آوردن دنیا چیست، به خاطر چی تلاش بکنیم. آیا تو مسلمان تا حال فکر کردی چرا دنبال دنیا میری؟ چقدر دنیا میخواهید؟ تا چی زمانی دنبال دنیا میروید؟ و به دست آوردن دنیا به خاطر چیست؟ این میلیون ها به دست آوردن، میلیارد ها به دست آوردن، بیلدینگ ها را ساختن، مارکت های عجیب و غریب ساختن، شرکت های عجیب و غریب، هدف چیست؟ اینها مشکلی نیست. اگر در راه خیر استفاده بشه همه نعمت هست، همه فضل الله سبحانه و تعالی هست. اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این آیات قرآن را خوب میدانستند که الله سبحانه و تعالی میفرماید آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. ایمان بیارید به خدا و رسول خدا و انفاق کنید از این که مما جعلكم مستخلفین فیه. الله سبحانه و تعالی این نعمت را داده برای شما به خاطر انفاق، به خاطر دست یک مظلوم را گرفتن. اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با تفسیر این آیات خوب آشنا بودن که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. الله اکبر. میدانستند که روزی در پیش روست که در آن روز نه بیع است، نه شراء است، نه شفاعت است برای کفار. در آن روز
این مال و سرمایه هیچ به درد نمیخوره. در همین دنیاست که انسان میتواند آخرت خود را آباد کنه. اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، مسلمان ها در صدر اسلام در دوران خلافت راشده با این آیات خوب آشنا بودن. و آتوا المال علی حبی ذوی القربى والیتامی والمساکین، بدهید از این مالی که دوست دارید، به ذوی القربا بدهید، برای یتام بدهید، برای مساکین بدهید، برای مستضعفان بدهید، برای این که پریشان هستند. پس وقتی که در صدر اسلام در دوران خلفاء الراشدین، در دوران سیدنا عمر، مسلمان ها خوب میدانستند که این دنیا هدف نیست، این سرمایه هدف نیست و این ثروت هدف نیست، یک وسیله هست. حالا وقتی شناختن که این یک وسیله هست، میدانستند که این وسیله باید در خدمت دولت اسلامی باشه، این وسیله باید در خدمت خلافت اسلامی باشه، این وسیله باید در دسترس حاکم قرار بگیره که از طریق این برای کل امت اسلامی و برای تک تک مسلمان ها بالاخره رسیدگی بشه. منابع و درآمد دولت در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، اول مسئله زکات. وقتی که گفتیم صحابه دنیا را یک وسیله می دانستن و از دنیا متوجه بودن که در این مال حق نهفته هست که تعلق به فقرا و مستضعفین میگیره، با عنوان زکات، زکات را درست و صحیح می پرداختن که یکی از ارکان مهم اسلام هست زکات. زکات مسئله عشر، وقتی که از کشت و از میوجات و از طلا و از نقره و از مال تجارتی و از حیواناتی که به او حد نصاب میرسید، هر کدام اینها از اینها زکات و عشر و اینها جدا میشد و به خزانه مسلمان ها تحویل داده میشد. این یکی از راههای منابع درآمد دولت در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. و یا این که میتوانیم بگوییم نظام مالی در زمان سیدنا عمر یکی از راهایش به دست آوردن مسئله عشر و زکات و اینها بود. دوم مسئله جزیه بود که نوع مالیات هست، از ذمیان اهل کتاب گرفته می شد، آنهایی که بر اینا جبر و اکراه نشده بود که شما حتما مسلمان شوید و گفتم نشده بود که شما این سرزمین را ترک کنید، در زیر سایه حکومت اسلامی زندگی می کنید، جان شما حفظ، مال شما حفظ، ناموس شما حفظ، حتی اعتقادات و باورهای شما حفظ. شما باید سالانه اینقدر به خزانه مسلمان ها بپردازید نسبت به این همه زحماتی که حکومت اسلامی به شما میکشه، که در سوره توبه آیه 29 الله سبحانه و تعالی این قضیه را بیان میکنه. این دوم، اول گفتیم مسئله زکات یا مسئله عشر یا دوم مسئله جزیه. راههای دیگر درآمد در دولت اسلامی، خصوصا که بحث ما در زمان خلافت اسلامی، در زمان خلیفه دوم اسلام سیدنا عمر هست، که راههای دیگر چیست؟ ان شاء الله بعد از یک میان برنامه راههای دیگر به دست آوردن مال و سرمایه به خزانه مسلمان ها ان شاء الله بیان خواهیم کرد. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منابع درآمد دولت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، دولت اسلامی. گفتیم که اولین درآمد مسئله زکات و همچنین مسئله عشر و مسئله جزیه و دیگر عواید گمرکی که در آن وقت و زمان یعنی سایه دولت اسلامی وسیع شده بود. از شهرهای مختلف و از مرزهای مختلف تجار و بازرگانان از مرزها مالها را عبور و مبور داشتند که به عنوان مالیات از آنها چیزی گرفته میشد، اما عادلانه گرفته میشد، نه مثل امروزی که در خیلی از کشورها به تحت نام مالیات تاجر مسکین و فقیر در گمرک ها چنان آزار میدهند، چنان اذیت میکنند که شاید تاجر از آن تجارت خود و معامله خود هم پشیمان باشد. در بسیاری از گمرک ها میبینیم رشوت هست، در بسیاری از گمرک ها میبینیم ظلم هست، ستم هست، بی‌عدالتی است. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه از تاجران و بازرگانانی که وارد مرزهای اسلامی می شدن مالیات می گرفت و مالیات گرفته می شد به طریق عادلانه که خود تاجر هم راضی بود و در از او افتخار هم می کرد. مسئله فی و غنیمت، مالی که بدون دواندن اسب به دست مجاهدین بیفته او را فی میگن و همچنین به مالی که با کفار حربی مسلمان ها مبارزه کنن و اون مال به دست مسلمان ها بیفته او را غنیمت میگن. پس مسئله فی و غنیمت مالی بود که به خزانه مسلمان ها آورده میشد. از هر طرف و از هر شهر و یا شهرهای مختلف این عواید می آمد به بیت المال مسلمین و از آنجا تقسیم می شد برای مستحقین و برای آنهایی که مستحق بودند و پریشان بودند و آنهایی که در او سهم داشتند. ترتیب خزانه یا میتونیم بگیم خزانه کل و سازمان برنامه بودجه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مال به دست مسلمان ها می آمد بیدرنگ توزیع می کردن، چون آنقدر سرزمین مسلمان ها وسیع نشده بود، پهناور نشده بود و مال زیادی هم نمی آمد. آن مالی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آمد و به رسول الله تسلیم می دادن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جا در جا توزیع می کردن و تقسیم می کردن. و در زمان سیدنا ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی هم همچنین بود. زمان سیدنا عمر هنگامی که فتح و فتوحات صورت گرفت اینجا نیاز به این بود که مسلمان ها خزانه داشته باشند، مسلمان ها بودجه داشته باشند، مسلمان ها و بالآخره ترتیب و تنظیم و چون در زیر سایه حکومت سیدنا عمر فاروق حالا دیگه اشخاص آمدن که باید حقوق تعیین بشه و حقوق اونها هم مشخص باشه. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه این خزانه را تأسیس کردن، یعنی بیت المال. وقتی که میگوییم از این بیت المال حقوق خلیفه داده میشد، از این بیت المال حقوق قاضی داده میشد، حقوق لشکر داده میشد، حقوق کارمندان داده میشد، هزینه پروژه های عمومی و خصوصی از آن پرداخته میشد برای تمام کسانی که رعیتش بودند. یک سهمیه از بیت المال مقرر کرده بود سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه.
حتی از این پول به کی سهمیه داده میشد؟ بسیار نکته مهم است. همه کس در رعیت سیدنا عمر رضی الله عنه، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه حتی برای نوزادان، برای اطفال شیرخوار از این مال بیت المال و از این خزانه سهمیه مقرر کرده بود. و سیدنا عمر می گفت هر فرد مسلمان باید از روز تولد تا روز وفات سهم در بیت المال داشته باشد. الله اکبر. امروز در دنیا میگن در فلان کشور و در کشورهای اروپایی حقوق بشر هست، حقوق اطفال هست، حقوق فلان هست، حقوق فلان هست. این خلیفه مسلمین هست، این فاروق اعظم هست، این کسی است که در دنیا هنگامی که بحث از عدل و عدالت به میان میآید ناخودآگاه نام سیدنا عمر بر زبان جاری می شود. بخواهی و نخواهی هر جا صحبت از حتی دوست و دشمن وقتی بخواه بحث از عدل و عدالت به میان بیاره بدون اینکه بخواهد از حضرت عمر ذکر بکنه ناخودآگاه به زبانش میآید. سیدنا عمر میگوید هر فرد مسلمان باید از روز تولد، روزی که به دنیا میآید تا روزی که از دنیا میره باید سهمی از این بیت المال داشته باشه. و دیگر این که سیدنا عمر رضی الله عنه میگفت والله قسم اگر زنده بمانم کاری خواهم کرد که سهم چوپانی که در کوههای صنعا گوسفند میچراند در همان جا سهم او به او برسد. الله اکبر. رحمت خدا باد بر تو ای عمر فاروق، رحمت خدا باد بر تو ای فاروق اعظم، رحمت پروردگار عالم بر تو باد ای تقویه کننده دین، ای عزت دهنده دین. رحمت خدا بر تو باد ای کسی که تا به قام قیامت درس عدل و عدالت را برای حاکمان و زعما آموخته اید. الله اکبر. غم چوپانی که در کوههای صنعا گوسفند میچراند سیدنا عمر به فکر او هم هست، فاروق اعظم به فکر او هم هست. مواردی که مربوط به پیشرفت اقتصادی دولت هست که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه نیاز شدید دید، نیاز مبرم دید. سیدنا عمر وقتی متوجه شد که حکومت اسلامی و دولت اسلامی وسیع شده، وقتی دید که فتوحاتی که فارس و روم دو ابرقدرت جهان آمده زیر سلطه حکومت اسلامی و دولت اسلامی، در اینجا بین مسلمان و غیر مسلمان معامله صورت میگیره، بیع و شرا صورت میگیره، حالا نیاز به یک پول واحد هست. در زمان سیدنا عمر ضرب سکه های اسلامی، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه کسی است که واحد پول اسلامی را تعیین کرد. در سال 18 هجری سیدنا عمر تأسیس واحد پول اسلامی، در برخی از آنها تحریر شده بود الحمدلله، در برخی آنها تحریر شده بود لا اله الا الله، و در گوشه آنها نام خلیفه یعنی عمر رضی الله عنه حک شده بود. و همچنین در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه گفتیم که مواردی که مربوط به پیشرفت اقتصاد دولت اسلامی بود واگذاری زمین ها را به مردم به خاطر آبادی و عمران.
سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اعلان کرد ای مردم، هر کس زمین متروکه را آباد کند از آن اوست. الله اکبر. سیدنا عمر تنها غم دین رعیت خود را نمیخورد. سیدنا عمر تلاش میکرد که رعیتش هم دنیای خوبی داشته باشند و هم آخرت خوبی داشته باشند. سیدنا عمر تلاش میکرد که رعیتش در دنیا هم سرفراز و سربلند زندگی کنند و در آخرت هم سرفراز و سربلند باشند. این را میگویند خلیفه عادل، این را میگویند حاکم عادل، این را میگویند شخصیتی که لا اله الا الله، لا اله الا الله. سخن از عمر رضی الله عنه به راستی فدای توشم ای رسول خدا، که عمر را در حقیقت درک کرده بودید و می گفتید که اگر بعد از من نبی می آمد قطعا عمر خواهد بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سیدنا عمر را شناخته بود. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده که بزرگان دین خود را درست و صحیح بشناسیم و راه اونها را درست و صحیح تعقیب کنیم. این بود به طور خلاصه و فشرده منابع درآمد مالی دوران خلافت سیدنا عمر و ترتیب خزانه کل و سازمان برنامه بودجه در زمان سیدنا عمر و همچنین ضرب سکه های اسلامی در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. ان شاء الله به برنامه بعد پیرامون دستگاه قضایی در دوران سیدنا عمر که چگونه قضات و چگونه در شهرها به عنوان قاضی معرفی کرده بود و تعیین کرده بود و قضاتش چگونه برخورد با مردم داشتن و سیدنا عمر چگونه برخورد با قضات داشت، در جلسه بعدی ان شاء الله باذن الله بیان خواهیم کرد. تا برنامه بعد شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.